درود بر شما صدا دوستها. میخواهید سپیکر یا بلندگو تهیه کنید؟ ابتدا ببینید که چه بلندگویی نیاز دارید. استودیو مانیتورینگ برای استودیوتون میخواین موسیقی فقط گوش کنید یا میخواین برنامه اجرای زنده داشته باشید. با انتخاب درست هزینه کنید. برای استودیوی خونگی که محیط کوچکتره، معمولا سایز ووفر 5 اینچ پیشنهاد میشه. اطمینان حاصل کنید که پاسخ فرکانسی بلندگوی شما کاملا تخت هست. البته این بستگی به اتاقتون داره، ولی خب حداقل در مرحله اول پاسخ فرکانسی بلندگو رو چک کنید. حتما تست کنید بلندگوها رو در محیط‌های مختلف، مخصوصا توی استودیوی خونگی خودتون یا استودیوی حرفه‌ای خودتون. ما استودیو مانیتور نویمن رو پیشنهاد میکنیم و برای محیط‌های باز بلندگوهای الکترو وایس. بلندگوهای های اند بسیار گرون است و صدای خوبی میدن. ولی آیا صدای خوب اون چیزی هست که شما نیاز دارید؟ خب شما صدای خوب رو توی مهمونی‌ها نیاز دارید مطمئنا. یا اگر آدیو فایل هستید و دوست دارید که یک موسیقی که با کیفیت خیلی خوب ضبط شده رو توی خونتون گوش کنین با یه بلندگو یا یک ست بلندگوی های اند، صدای خوبه. ولی اگر توی استودیو هستید، صدا باید واقعی باشه. یعنی چی؟ یعنی باید اون صدایی تولید بشه که شما ضبط کردید. هیچ اعوجاج اضافه، هیچ کالریشن، هیچ رنگ اضافه نداشته باشه. و تازه بستگی داره به اتاقتون. آیا اتاقتون درست آکوستیک شده؟ آیا بازگشت صدا یا ریورب یا دیلی ندارید؟ چون تمام اینها تأثیر میذاره روی صدایی که تولید میشه. پس اگر میخواین یک مانیتور سپیکر بگیریم برای ضبط، میکس و حتی مسترینگ، ابتدا به اسپسیفیکیشن کامل اون بلندگو نگاه کنید و بعد مطمئن باشید که آکوستیک اتاقتون درسته. چون بهترین بلندگو هم در اتاقی که آکوستیکش درست نباشه معجزه نمیکنه. با توجه به اون محتوایی که میخواین گوش کنید، محیطتون، آکوستیک محیط و در نهایت استفاده‌ای که میخواین ببرید، بلندگوتون رو انتخاب کنید. ادوات حرفه‌ای از ما، تولید محتوای حرفه‌ای از شما.